سلام دوستای عزیز، به انگوز خوش آمدین. روح الله نبیزاده هستم و امروز درس 19 500 عبارت کاربردی زبان انگلیسی را میخوانیم. قبل از اینکه شروع بکنیم حتما کانال را سابسکرایب بکنین و ویدیو را با دوستانتان شریک بسازین. 10 expressions about age. 10 عبارت در مورد سن. چطور در مورد سنتان صحبت بکنین یا در مورد سن افراد. Number 1. She's in her early 20s. She's in her early 20s. یعنی او در اوایل سنین 20 سال قرار داره، یعنی از 20 تا 23 سالش است. Early یعنی اوایل، late یعنی اواخر. She's in her early 20s. در اوایل سن 20 قرار داره. He's in his late 30s. He's in his late 30s یعنی او در اواخر سال 30 سالگیش قرار داره. در اواخر 30 سالگیش قرار داره. یعنی منظورش است که قرار است 40 شود دیگه. 30 37 38 39 40. پس اینا دیگه اواخر گفته میشن. He's in his late 30s. She just turned 6. او تازه 6 ساله شد. وقتی کسی تازه به یک سن برسه باز شما میتونید بگین she just turned. She just turned 7. She just turned 50. She just turned 15. پس عدد را در اونجا بگین. تازه 6 ساله شد. Act your age یعنی مثل سنت رفتار کن. کسی که در واقع بالغ هست ولی رفتارش مثل اطفال است. به قول یکی از شاگردای مشتکاور است. پس act your age وقتی که کسی مثل سنش رفتار نمیکنه ایر استفاده میکنین و برش میگین مثل سنت رفتار کن. طفلانه رفتار نکن. Act your age. I'm not as young as I used to be. I'm not as young as I used to be یعنی مثل سابق جوان نیستم. مثل سابق دیگه جوان نیستم. I'm not as young as I used to be. Used to یعنی سابق قبلا. I'm not over the hill yet. I'm not over the hill yet یعنی هنوز زیاد پیر نشدیم. دوستا hill در اینجا old یا پیر معنی میده. در واقع hill تپه را میگن که آخرین نقطهش را اگه مد نظر بگیرین دیگه شما اونجا برسین سن بسیار کلان اونجا هست. ده عبارت میگه من هنوز او آخر تپه نرسیدیم. هنوز خیلی سنم کلان نشده. I'm not over the hill yet. هنوز خیلی سن کلان نشدیم. جوان هستم. He's no spring chicken. He's no spring chicken. Spring chicken دوستا جوان را میگن. میگه او جوان نشده. He's no spring chicken. او جوان نشده. He's not young. She's wise beyond her ears. She's wise beyond her ears یعنی چی؟ wise یعنی عاقل. beyond یعنی فراتر است. فراتر از عمرش میگه او عاقل شده. در واقع she's young but she has the wisdom of an older person. معنای ایره داره که او جوان است، نوجوان است، اما عقلش مثل افراد بالغ هست، کلان هست. She's wise beyond her ears. نمیدونم در فارسی کدام عبارت مدل ازی داریم که بتونه مفهوم خوبتری را بکنه، اما منظورش است که او از سنش کرده عقلش یعنی بیشتر است، دانا هست. I'm having a senior moment. I'm having a senior moment. دوستا سینیر کسی دیگه که کهنسال باشه، سنش کلان باشه. منظور از این عبارت است که سنم دیگه کلان شده، یعنی فراموشی برام پیدا شده. I'm being forgetful یعنی فراموشم میشه هر چیز. I'm having a senior moment. He lived to a ripe old age. He lived to a ripe old age یعنی او خیلی عمر کرد. یک عمر طولانی را زندگی کرد. He lived to a ripe old age. Ripe یعنی پخته رسیده، یعنی به سن پختگی رسید بسیار. 10 phrases for shopping. 10 عبارت برای خریداری. بحث بعدی ما است که چطور در مورد خریداری صحبت بکنیم. Do you have مثلا به دکان میرین میگین Do you have this shirt in black? Do you have this shirt in black? آیا امی پیراهن را به رنگ سیاه دارین؟ یا Do you have toothbrushes? آیا برس دندان دارین؟ Where can I find? به فروشگاه رفتین میگین در کجا میتونم میره پیدا بکنم؟ Where can I find this perfume? این عطر میتونم در کجا پیدا کنم؟
Where can I find this toothbrush? این برس دندانم میتونم در کجا پیدا کنم؟ I'm just browsing. در مغازه هستین میگین فقط میبینم، جستجو میکنم، میبینم. نمیخواین یعنی بخرین یا هدف خریدن رو شاید داشته باشین ولی فقط میخواین جستجو بکنین. I'm just browsing. So browsing means looking casually. فقط نگاه میکنین. I'm looking for. وارد مغازه میشین میگین I'm looking for a t-shirt. من در جستجوی یک پیراهن نیمه آستین هستم. t-shirt یعنی پیراهن نیمه آستین. I'm looking for a blouse. I'm looking for a jeans. اگر لباس باشه. اگر دیگه چیز باشه میتونین بگین I'm looking for a phone case. ما میخوایم یا در جستجوی یک پوش تلفن هستم. phone case. case اونمو پوشه که شما تلفن رو درش میگذارین. case برش میگن. How much is this? How much is this? قیمتی چند هست؟ Is this on sale? Is this on sale? آیا این لیلام هست؟ On sale لیلام. Can I try it on? میشه ایره بپوشم؟ میشه یک بار در واقع امتحانش بکنم؟ Use this to ask if you can put on clothing to see if it's the right size or if it fits you. وقتی لباس را میخواین بخرین و پرسان بکنین که آیا میشه من ایره امتحان بکنم که سایزش درست هست یا نه، باز از این عبارت can I try it on استفاده میکنین. I'll take it. میگیرمش. I'll take it. میگیرمش. Do you take credit cards? آیا کردیت کارت یا کارت اعتبار را قبول میکنید؟ Do you take credit cards? I'd like to return this. I'd like to exchange this. Return یعنی برگشت دادن. Exchange یعنی مبادله کردن، تبدیل کردن. یعنی یک چیز میتین و چیز دیگر به عوضش میگیرین. I'd like to return this. میخوایم که ایره برگشت بتم یعنی دوباره برتون بیارم. I'd like to exchange this. میخوایم که ایره تبدیل بکنم. خب دوست عزیز، این بود عباراتی که در خریداری استفاده میکنین. امیدوار هستم که مفید بوده باشه. حتما کانال را سابسکرایب بکنین و منتظر درس‌های بعدی ما باشین. خدا نگهدار.